مقامات دادستانی کلی تاجیکستان در نشست خبری گفتند که پرونده نجمیدین سعیدov برادر سردار خدمات گمرک و سابق رئیس آژانسی مبارزه با فساد عبدالفتاح غایب هنوز بسته نشده است و هنوز تفتیشات ادامه دارد. نجمیدین سعیدov هنگام گرفتن پاره در حجم با فرضیه‌های گوناگون از 400 تا 600 هزار دلار دستگیر شده بود، اما با پرداخت 200 هزار سامانی به آزادی برآمده به وظیفه پیشترش که رئیسی تاجیک صادرات بانک را در ناحیه دنغره به دوش داشت برگشته بود. این مبلغ را از یک شهروند برای تعیین او به وظیفه سردار خدمات گمرکی یک ولایت طلب کرده است. برادر عبدالفتاح غایب نه تنها با پرداخت جریمه آزاد شد، بلکه نسبت خود سردار خدمات گمرک هیچ چاره دیده نشد، در حالی که برادرش پاره را برای وظیفه در نهاد زیرتابع او گرفته بود. نسبت سعیدov هم پرونده باز شده است.